می اومدن در مغازه برای پول برای طلبشون، گفتم خودش اینجا نیست، باور میکرد. بعد دوباره گفتم گناه داره بهشون بگم که خودم رو نمیشناختم. همه ذوق میکردم. دخترمون زنگ زد گفتش که این عکساتو دیدم، چی شدی، چه عوض شدی و اینا. خیلی تغییر کرده بودم. دوست نداشتم اصلا صورت خودمو دوست نداشتم. الان دوست داری؟ آره، همه بهم انرژی مثبت میدن. اولش که عکس میفرستادم که رمی رفت یا کوتاهی میکردم، خودشون پیام میدادن که برامون عکس بفرستین که ببینیم چی شده. یعنی اینقدر راضیم که اگه نرین پشیمون میشین. خانوم ها برای اینکه چین و چروک نداشته باشن، پوست شفاف داشته باشن، خشکی پوست نداشته باشن، از کرم طبیعی جوانی گندم با روغن رازیانه مخلوط کنن به پوستشون بدن، به شدت شفاف و چین و چروک از بین میره و پف میکنه. یعنی جای چیه؟ بوتاکس رو میگیره. برای تهیه این کرم کافی عدد 77 رو برام کامنت کنی و دایرکت رو چک کنی.